سلام های ترابپور در مورد مسافرت تیم داماش و لغو شدن سفرش و اینکه رفتن به گشتزاران به چه صورت خواهد بود میفرمایید؟ به نام خدا خدمت هستم که ما قرار بود امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر از رشت مستقیم بریم به گشتزاران پرواز چارتر که بودن ساعت 11 شب بود که آژانس خبر داده بود که این پرواز به خاطر مشکلاتی که فرودگاه‌ها دارن نمیدونم ایرادش چیه کنسل شده و پرواز شما از تهران انجام شد. این پرواز چارتر چون باشگاه چارتر گرفته ما مستقیم بریم بله و این پس ما ساعت 9:30 صبح از رشت حرکت کردیم با اتوبوس که ساعت 5 بعد از ظهر با این پرواز چارتری که گرفتم به سمت شیراز بریم. از شیراز مجددا با اتوبوس راهی گشتزاران میشیم که ما حدودا ساعت 3:04 بود که مجددا باز تماس گرفتم با سرپرست تیم اون آقای حمیدی که این پرواز به علت نقص فنی کنسل شده. خب تیمم تو راه بود، رسیده بود نزدیک فرودگاه مهرآباد و ما اومدیم داخل فرودگاه دیدیم واقعا پرواز کنسل شده و مسئولین ما و همه کسا مایل این پول از اون آقای حمیده کسایی که مسئول بودن دیگه جنبش خودشون هم خیلی تلاش کردن، واقعا خیلی تلاش کردن تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم که فکر کنم ساعت 6 بعد از ظهر هستش هنوز دارن تلاش میکنن. ما هنوز اتوبوس گیر نیاوردیم که بخوام از اینجا حتی بریم به گشتزاران که حتی با اتوبوس را بیفتیم بریم که ساعت مثلا 8 صبح هم برسیم که حتی بازی رو انجام بدیم قوانین رو اجرا کنیم. ولی خب با این شرایط ما هنوز اتوبوس هم تیم گیر نیاورده. ترمینالا زنگ زدن، من خودم اینجا نشستم میبینم آقای حمیدی دارن فعالیت میکنن، ترمینال اتوبوس هم ندارن، میگن برای این تعداد ما 2 تا اتوبوس نداریم بفرستیم، یه دونه میتونیم، یه دونه هم که 40 تا نمیتونیم توی اتوبوس هم نیست. با این تفاصیل دیگه الان منتظر هستیم ببینیم چه تصمیم گرفتیم. یعنی واقعا باید اینجا سازماندهی به تیم ما کمک بکنه. این حالتی بوده که ناخودآگاه به وجود اومده و تیم ما هم واقعا برای این بازی زحمت کشیده و ما دوست داریم که خدای نکرده حق و ناحق بشه و بتونیم که یه برنامه‌ای انجام بشه که به قول معروف ما بتونیم این بازی رو انجام بدیم. حالا ببینیم سازماندهی چه برنامه‌ای با این تفاصیلی که گفتم خدمتتون تمام تلاش رو داره باشگاه انجام میده. گفتم از ساعت 6 کردم خدمتتون عرض کردم هنوز ما اینجا هستیم منتظر هستیم آیا پروازی بشه. ما خواستیم بچه‌ها رو خورد حتی بفرستن جای دیگه پروازهای دیگه که برسیم چون این پرواز کنسل شد دیگه ساعت 5 بعد از ظهر بازم هیچ پروازی جا نداره. یعنی واقعا جناب آقای نعیم‌پور و کسایی که هستن واقعا دارن تلاش خودشونو میکنن، واقعا دارن به عینه میبینن که هنوز نتونستیم چون پرواز ما چارتر بود. یعنی راحت ما از رشت داشتیم میرفتیم گشتزاران گفتن اینجوریه 5 هم کنسل شد همین چارتری. حالا ما اومدیم تو فرودگاه مهرآباد تا ببینیم چی میشه. ممنون متشکرم.